نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. آنان که دارا و ثروتمند هستند باید از دارایی و ثروت خود انفاق کنند، و کسی که تنگ دست است پس باید از آنچه که الله به او داده انفاق کند. الله هیچ کس را جز به اندازه‌ای که به او داده است مکلف نمی کند. الله پس از سختی و ناخوشی آسایش پدید خواهد آورد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.